پیامبر یه روزی با اصحابش نشسته بود، اونا فکر میکردن خیلی بهش نزدیکن. بعد گفت یک گروهی از امت من در آخر الزمان با هزارها سال فاصله زمانی و مکانی بعد از من میان در آخر الزمان از امت من که منو قبول دارن و منو ندیدن، ندیده منو قبول کردن. اما شما که منو دیدید، شاهد نزول قرآن بودید، جبرائیل رو دیدید، جبرائیل رو در شکل انسان دیدن، حتی در شکل دحیة الکلبی. حضرت عمر دوید رفت خارج از مسجد، دید که نیست. گفت یا رسول الله کی بود؟ گفت اون جبرائیل بود، آمده بود که امور دینتون بهتون یاد بده. دیدنش در شکل شخصی به اسم دحیة الکلبی، آمد تو مسجد پیامبر سوال و جواب کرد. صحابه نشسته بودن، سوال میکرد، پیامبر جواب میداد، بعد میگفت درست گفتی. تعجب کردن، این آقایی که ما هیچ کدوم نمیشناسیمش، لباسش هم سفیده، برق میزنه، اهل مدینه هم نیست، مسافر هم هست، لباسش چطوری گرد و غباری روش نیست؟ تعجب میکردن. بس سوال میکنه، خودش هم تایید میکنه. معمولا کسی که سوال میکنه نمیدونه، ولی این خودش سوال میکنه، خودش هم تایید میکنه. بعد بلند شد و در رفت. رسول الله گفت که صلی الله علیه وسلم فهمیدید این کی بود؟ گفتن نه ما نفهمیدیم. گفت این جبرائیل بود، جبرائیل امین، کسی که فرمانده کل آسمانه. خداوند جانشینی رو به جبرائیل داده. 600 تا بال داره که وقتی تو افق ملأ اعلی بالشو باز میکنه، یک بالش افقو میپوشونه. مطاع ثم امین، کل فرشتگان خدا به امرشن. مطاع ثم امین، اطاعت شده است در اونجا. ثم یعنی اونجا بالا. کسی میتونه با این مقابله بکنه؟ موشک‌های اسکود روسی است یا استینگر آمریکایی است که موشک و خنثی بکنه؟ جبرائیله، گوشه بالش زیر سرزمین سوزون زد، از ریشه در آورد. سرزمین قوم لوط که عمل فاحشه انجام میدادن، هم جنس باز بودن، زمین رو از ریشه در آورد، بود به اون بالا وارونه پرس کرد رو زمین. کسی نمیتونه با اینا مقابله بکنه. و ما یعلم جنود ربک الا هو. قرآن بخونیم، قرآن بخونیم، بر بگردیم به قرآن، کتاب های دیگه نخونیم. مسلمان فقط داره روزنامه میخونه. از روزنامه خوندن آدم به جایی نمیرسه. درسته انسان باید اطلاعات عمومی داشته باشه، از زمانش اخبار گوش بده، حتی اخبار بدی هم گوش بده تا بدونه بدی یعنی چی. نه اینکه تو خونه بنشینه من گناه نمی کنم، من نمیخوام چیزی ببینم. این که نشد که.